در یه البته شعر در اردو هست، چون که گام دوم و بخش بین الملل هست، من شعر اقبال را به زبان اردو به زبان اقبال میگم. اقبال میگه تهران हो गर عالم مشرق का जिनेवा शायद कि कुर्रे अर्ज की तकदीर बदल जाए. علامه اقبال میگه یه ذرهشو فهمیدم. بله. علامه اقبال میگه قبل از آمدن این انقلاب، قبل از اینکه قیام امام صورت بگیره، ایشون آینده ایران را میدید. ایشون میگه که تهران هوگر، چون که تهران اون موقع هم مرکز تشیع بوده. انقلاب موفق بدون تشیع امکان نداره. اون انقلاب ها که آمده شما مستحضرید که انقلاب مصر را شما ببینید، چند سال مون، چند روز مون، برخی انقلاب ها چند